ربات رو به صرف کوینکس وصل کنیم. وارد صرف کوینکس که شدیم، از قسمت آدمک رو میزنیم، API منیجمنت رو کلیک میکنیم، کریت API رو میزنیم، مثلا API امیر. قسمت دیگه گزینه ترید رو میزنیم که فقط قابلیت ترید داشته باشه. قسمت TOP کد TOTP رو وارد میکنیم. به ما یه API کی و یه سیکرت کد میده. اینو اولش کپی میکنیم، وارد ربات میشیم، تنظیم API کی رو میزنیم، قسمت دوم سیکرت کی کپی میکنیم، ثبت سیکرت کی رو میزنیم. من بررسی ارتباط سنجی رو 5 الی 10 دقیقه دیگه میزنم، چون بعد اینکه وصل کردیم 5 الی 10 دقیقه طول میکشه تایید بشه. تنظیم استراتژی معاملات رو میزنیم. شما میتونید اینجا 1% سود، 1% زیان رو انتخاب بکنیم. بهترین حالت ممکنه من میزنم روی $50. باجت بیشتر از $50 باشه خیلی بهتره. لوریج رو میزنم روی $10. حتی سود و ضرر خود من اکثرا یا 1% انتخاب میکنم یا 2.2% انتخاب میکنم. تنظیم حد سود هم 2%. خب ما اینجا یه مدیریت هوشمند پوزیشن داریم که میتونه اینجا توضیح هم دادیم که اگه دلار بیت کوین نوسان داشت، قیمت بیت کوین نوسان داشت، خودش حد سود و ضرر رو تغییر میده. اگه حد سود و این دکمه شیر حد سود و ضرر دنبال کنه که الان فعال است، روش بزنی غیر فعال میشه، ولی تو حالت پیشفرض غیر فعال بزنین روش فعال میشه. الان ببین من الان غیر فعالش کردم، دوباره میزنم، ببین الان این غیر فعاله، روش دوباره کلیک کنم فعال میشه. این باعث میشه که وقتی شما رفتین تو سود، مثلا 2% مثلا رفتین تو سود، حتی سود روشن باشه، بازار اگه بیشتر رفته باشه تو سود، خب مثلا 5% بیشتر رفته باشه، خودش حتی سود رو دنبال کننده افزایش میده که شما تو سود بسته شه پوزیشنتون. حتی ضرر دنبال کنه همینطوری، اگه بازار یهویی برگرده عقب، طور تنظیم کنه که ضرر زیاد رو متحمل نشه. تنظیم تایم فریم سیگنال، من خودم پیش‌فرض 4 ساعته رو میپسندم، ولی اگه نمیخواین ریسک زیادی داشته باشی میتونین 45 دقیقه رو اوکی کنین یا هر دو رو اوکی کنین. ولی سیگنالی که از 4 ساعت ساده شده من خودم بررسی کردم، وین ریتشون خیلی خیلی بیشتر از 45 دقیقه بودن. اینجا میتونید سفارشات بازتون موجود اکانت رو ببینید. یه حالت تست ترید هم اینجا گذاشتیم که اگه روشن باشه ترید هایی که انجام میشه فقط حالت تست هستش، به شما نشون داده میشه که مثلا چقدر سود کردید چقدر زدید، ولی عملا اجرا نمیشه. این واسه افرادی هستش که میترسن ربات رو استفاده کنن یا میخوان اول تست کنن بعد استفاده کنن. فایلسازی ترید اتوماتیک، اینو که میزنیم ما سیگنال ها رو بس به قدرت سیگنال دسته‌بندی کردیم. قسمت بالا هیچ ربطی به ترید اتوماتیک نداره، فقط تعداد پوزیشن های باز شما رو میتونه نشون بده. که من فعال کردن میزنم، ترید اتوماتیک فعال میشه و میگم که 2 تا پوزیشن من فعال باشه. حتی سیگنال هایی که مثلا از ربات زده میشه مثلا بالای 70% رو اتوماتیک استارت کن. حالا اگه بخوام مثلا 4 تا پوزیشن همزمان باز بشه، میتونم این 4 تا رو بزنم. این قسمت 1 تا 4 به ترید اتوماتیک هیچ ارتباطی نداره. این به تعداد سفارشات یا پوزیشن های باز شما ارتباط داره. یعنی حتی تو حالت عادی سیگنال هم بیاد، خب اون قسمت میگه که این پوزیشن یه دونش بازه، اون دومی رو باز کنم یا باز نکنم. اگه رو 2 تا باشه 2 تا رو باز میکنم. خب یه شبیه سازی آینده هم داریم که مثلا میخوای بگی ببینید قیمت بیت کوین یه ساعت آینده به کجا میرسه. الان 83369 هستش که میگه یه ساعت آینده میرسه به 83358 که منفی 0.1% تغییر پیدا میکنه. اینو هر روز واسه هر اکانت فکر کنم واسه برونزی تعداد محدودی هستش این آمار.
اگه ربات ما رو دوست داشتین میتونین از این قسمت به دوستاتون هم اشتراک بدین.